امروز همراه من باشین با یاد گرفتن یک سری پترن کوبه‌ای و ملودی برای نواختن توی میزان نماهای ساده. به چه میزان نمایی میگیم ساده؟ به میزان نماهایی که ما بتونیم ظرف‌هاش رو به 2 قسمت، 4 قسمت یا 8 قسمت مساوی تقسیم کنیم. توی هندپن این اتفاق معمولاً با تقسیم کردن به قسمت‌های 4 تایی میفته. به چه شکل؟ ما یک الگوی 1 2 3 4 1 2 3 4 رو در نظر میگیریم که با دینگ شروع بشه و 3 تا ضربه بعدی رو روی شولدر دینگ ما اجرا بکنیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. پس با دینگ شروع میشه به اسلپ میرسه. حالا ما میتونیم یک سری ملودی ها رو اینجا جا بدیم. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. یا حالا اگر بخوایم حرفه‌ای‌تر بهش نگاه بکنیم، مثلا میتونیم بگیم 1 2 3 4 1 2 3 4 سرعت رو ببریم بالاتر.